اگر میخواید شبیه یکی از بزرگترین ذهن‌های قرن 21 فکر کنید، مستند 3 قسمتی درون مغز بیل گیتس رو ببینید. بیل گیتس سالها پیش قبل از پیشرفت اینترنت به پتانسیل اون پی برد و بعد از رها کردن تحصیلاتش تو دانشگاه، بیزینسی اینترنت محور به نام مایکروسافت رو پایه‌گذاری کرد. اون پیشگوی مدرنه که بارها تونسته آینده رو پیش بینی کنه و همکنون جزو ثروتمندترین افراد دنیاست. با دیدن این مستند متوجه میشین چطور میتونین یک ذهن قوی بسازین، چطور تخیلتون رو به پرواز در بیارین و خلاقیت رو بین کارکنانتون پرورش بدین و اینکه چرا نباید یادگیری هر روزه رو دست کم گرفت، هم برای رشد شخصی و هم برای همگامی با بازاری که به سرعت در حال تحوله. برای مدیرایی که به دنبال یادگیری تفکر استراتژیک هستن، این مستند یک کلاس درس جذابه، پس از دستش ندین.